رقیبی میاد جلو و توپ پر بعد چندین ثانیه فست سری. وقتی قلمم گرمه با ویلا میشه ورس که میاد میرسه به ورس. ولی زندگی بد چیز بی خودیه، نصفش حسرت نصفش حرسه. ولی اگه مغز تو بد جوری دایورت بکنی میتونی یه ریزه ازش بیز ببری. همه از من میخوان یه تکس قوی، میگن دادا ما چقدر مثل همین میچسبم به هم تا یکم بالا برن من نمیشن. فرق داره قصه کمی صلح کجا بود جنگ تو نصف زمین. ما هم از لغت میسازیم سپری، قلمم در حکم نیزه. ولی با ما بیا تا از رب فیض ببری. اونا میخوام فیرس باشن این هومن، همه کارشون کپی پیسه. ولی من بی فوشم خیلی بد دهنم، آفتابه میگیرم روی فیس هری. خیلی طول میکشی تو به من برسی، بی خود زور نزن بگی از جنس منی. یارو ادعاش میشه گنگستره مناسبه واسه لایه جرزه. ولی یعنی چی که همو دیس بکنیم؟ کاش همه رفیق بودیم مثل قدیم، ولی نداریم با هم دیگه تفاهم. تا میبینمت میگیرم حسه، ولی دیگه نمیشه رو راست باشی و هیچ کسی طرفت زودی میره توی شست و فری. نمیخوری به درد رب تو، ولی واسه سوژه شدن نیستی کیسه. ولی هر رقیبی میاد جلو و توپ پر بعد چندین ثانیه فست سری. وقتی قلمم گرمه با ویلا میشه ورس که میاد میرسه به ورسه. ولی زندگی بد چیز بی خودیه، نصفش حسرت نصفش حرسه. ولی اگه مغز تو بد جوری دایورت بکنی میتونی یه ریزه ازش بیز ببری. لب و دهنو میکنی آره لاتیشو پر دیسکه میشی دست به بیزه. ولی داری تکسمو میخونی به بدترین شد بایی به حالت اگه ازم اس ببری. باید با اجنه باشی در ارتباط تا به درخشی تو رفت خیلی قوی. میدونم ندیدی این حجم از قافیه تعجب کردی از این تکس ردی. خودم نیستم اصلا متناموه 10,000 نفر تکسامو حفظه. ولی من نمیگم از رپرا بالاترم، تو هر ترک مینویسم تکس با دری. دخلمون نمیخونه با خرجمون، یه بام میگیرم واسه قصه. ولی آرتیستم ولی هشتم گرانو چون نیستش پشتم یکی مثل دری. هر رقیبی میاد جلو و توپ پر بعد چندین ثانیه فست سری. وقتی قلمم گرمه با ویلا میشه ورس که میاد میرسه به ورسه. ولی زندگی و چیز بی خودیه، نصفش حسرت نصفش حرسه. ولی اگه مغز تو بد جوری دایورت بکنی میتونی یه ریزه ازش